درباره امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجیکستان که بسیاری ها از اینها دفاع میکنند شب و روز. امام علی رحمانوف یک طاغوت است، کافر است، بیدین است، با کفار یهود و نصارا هم پیمان و دوست است. آزادانه کسی نمیتونه که توحید را بیان بکنه، سنت را بیان بکنه، مطابق توحید و سنت زندگی بکند. هر کسی اگر مطابق توحید و سنت زندگی بکند او جانش در خطر است. دلیل این که امام علی رحمانوف طاغوت و کافر هستند این آیه قرآن کریم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتوله منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین. الله می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مسلمانان، یهود و نصارا را دوست نگیرید.